آقا مهرانه که فینگینه نها کن کنار خیابون وایساده. آقا مهران پارکش چطوری آقا مهران؟ سلام حشمت خان عزیز، خوبی؟ عیدت مبارک. شاکرتم. چه تصادفی. خوب شد حشمت تیز فرمون خط ترمزو میخ کرده وگرنه همینجا باید کروکی جنازتو میکشیدم. بپر اولا عیدت مبارک. قربون تو فدات شم. قربون تو بشی ترکم بریم. نه عزیز قربانت، من میرم سمت پارک شهر، شما میری اتوبان دیگه. اتوبان حشمت اسنپ میرسونم. بیا بالا بابا، بیا بالا. از دست این حشمت خان. بیا بالا عزیز. متشکرم ازت. خوبی تو؟ قربانت. دمت گرم. مخلصی. مهران چی زدی به خودت؟ 4 لیتری عطر خالی کردی رو خودتا. سرطان ریه گرفتیم. بابا حشمت خان ادکاران هوگو باسه. حاج عباسه. روزگار. بذار یه آهنگ برات بزنم دل. قلبم واسه دیدنت چه بیتابه، نمیدونم تو از خاک کجایی، تو مخلوق زمینی یا سمایی، تا کی بمونم به انتظاره، موردم دیگه از درد جدایی، کجایی عشق من، کجایی عشق من، کجایی. آره اینطوریا. حشمت خان قربانت، من همین بغلا پیاده میشم. ای بابا دم شما گم. قربون تو فدات شم. خیلی خوشحال شدم. قربان تو فدای تو بشم. چی شد؟ من حقیقت اون اصل کاریه یادم رفت جون آقا مهران. چی اصل کاری؟ ایدی تو باید ندادم تو. بابا حشمت خان ایدی مال اون دورانی بود که بچه بودیم، الان دیگه ایدی مهران بابا یه جور میگه انگار الان بزرگ شدی. تو هنوز واسه ما همون بچه گوگولی هستی که دم خونتون مفت آویزون بود میومدن دورت میدادم دیگه. بابا همینجا ایدی تو میگیری و بعد میری دیگه. قربان تو. آره من فقط الان همیشه به ما لطف داشتی حشمت خان. آره شما فقط میدونی که من الان پول امرام میدونی که خرج آجیل ماجیل انقدر زیاده که آدم یه سفر 15 روزه بره کره ماه برگرده خیلی خرجش کمتر میشه تا یه سفره نقلی واسه عید بچینه. الانم من حقیقت دخلم خالیه. فدای سرت حشمت خان، خیلی هم لطف کردی. همین که من خودتو دیدم بهترین عیدی بود. قربانت. وایسا ببینیم چرا خانواده‌تو میخوای سیاپوش کنی؟ وقتی حشمت میخواد به یکی عیدی بده طرف یا میستونه یا با زندگیش ودا میکنه. این که دیگه عیدی نیست، این پول خونمونه. مهران جان قربون شکلت برم. میریم 4 تا مسافر میزنیم، یه دوری هم میزنیم، دخل من مال تو، هر چی در آوردیم میشه عیدی تو. قبول؟ یعنی چی؟ یعنی من بشینم توی این ماشین شما بری مسافر کشی کنی بعد به من عیدی بدی؟ آقا نمیخوام عیدی. عجب گیری کردی. ببینیم بابا. برای چرا قفل کردی؟ میخوام ببینم کی وجود داره پیاده بشه. اون که من چیزی ندارم که همین که به اصطلاح خیلی هم لطف میکنین شما، خیلی هم ممنونم ازتون که در واقع میخواین عیدی شما هم خیلی خوشحالم کرده. دست شما در نکنه. مهران کجایی تو بابا؟ خوشک شانس یه دونه مسافرم پیدا نمیشه تو این دور. گفتم به داخل بابا مسافر کجا بود؟ نمیخوایم اصلا مسافر کشی. سلام علیکم آقا جان، بی زحمت ما رو برسونید صدا و سیما زودتر، اونجا برنامه داریم. سلام و زهر مار. کی گفت سوار چی؟ مگه تاکسی نیستی شما؟ تاکسی هستیم ولی آدم جابجا میکنیم. حالا اشکالی نداره، این بار فرشته سوار کردیم. فرشته؟ همون که خیلی زشته. مملکتو به گند کشیدیم ماشین ما هم. آره بذار چک بینیم بابا. برو پای میریم بابا. دست چک ما کو؟ مهران ولش کن. اون لنگ کفش بده من میریم. لنگ کفشو برای چی بدم؟ بده من لنگ کفش رو گفتم بده، نگفتم لایه اوزونو بدوس که. بده من لنگ کفش ببینیم بابا. بریم بابا. چی کار کردی لنگ کفشو؟ زدم با کفش ناکوتش کردم. بابا کفش منو لاغر، کفشمو چیکار کردی؟ وایسا لاغر کفشمو بردارم. بشین بابا، میخوام بهت عیدی بدم دیگه. عیدی قلمبه بهت میدم، برو واسه خودت چکمه بخر. بابا نمیخوام چکمه عیدی، نمیخوام عزیز من.
بابا مران جان قربون تو برم، تو که میدونی ته دل من هیچ چی نیست والله، به خدا اینا اعصاب نمیذارم واسه آدم. زندگی ما رو سیاه کردن این آخوندا. میدونم بابا، همه همینطورن حشمت خان، خدا لعنت کنه اول و آخرشون اینا. آره جون تو شک ندارم، ولی شک ندارم اسم من اگه مرادم بود زندگی الان بر وفق محمد میگذشت نه بر وفق مراد. به جون آقا مهران همین چند وقت پیش رفتم یه لنت و ترمز انداختم، ولی لامصب اینقدر گرون بود که دیگه دلم نمیاد ترمز بگیرم، سرمو از شیشه میکنم بیرون، هر بعد میکشم برو کنار اینجوری. جون تو والله به خدا. حشمت خان جون یه مسافر. ای کو ای جانم ببیه، شانست گفته مهران جان، مثل که بچه مایدارم هست. بذار سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشی. سلام علیکم داداش. آقا همیشه ما رو سریعتر برسون چهارراه ولیعصر، اونجا برای درگیری تظاهرات. تظاهرات چیه؟ ولیعصر شروع شد تظاهرات، الان داریم میریم سمت چهارراه. من اونجا با چند تا از بچه‌هام قرار دارم که دیگه می‌خوایم بهتر کنیم. نکنه تو از این برای بچه‌های براندازی؟ آره داداش، دمت گرم. دمت گرم، خیلی آقایی. میدونی که من خودم از اون براندازای تیرم. آره همه رقمه مخلصتم، ساپورتتم میکنم. فقط ببین این پیرنت که پوشیده خیلی تابلو، یه وقت میگیرن تا. نه بذار من کاپشن در بیاد دست آقا. نه آقا مزاحم آقا شرمنده. من کاپشن خودم پس چیکار کنم؟ مهران بابا بچهای براندازه، یه کاپشن تو میخوای بدی؟ آخه مهران تو رو چه میشون؟ نه بابا خواهش میکنم، نه بابا این حرفا چیه؟ شرم نه بابا، شرم. ای بابا خواهش میکنم ببخشید. دمت گرم داداش عزیزمی، مبارک باشه. قربانت. خیلی قربانت. زمونم از شما درد نکنه، خیلی ممنون. سریعتر برسیم به چهارراه. خب چشم حتما، برو بریم. آقا دست در نکنه، همین بغلا ما رو پیاده کن. خیلی ممنون آقا، دمتون گرم، خدا پشت پناهتون باشه. انشالله که به زودی این آخونده هم سقط شن. قربون آقا مرسی. بد آمدا، دمت گرم، خیلی باحالی. عجب روزگاری آقا مهران، هیچی واسه این ملت نشتن. واقعا به کجا داریم میریم ما؟ من نگفتی داریم میریم پارک شهر؟ خب داریم میریم همونجا دیگه. پارک شهر رو نمیگم که، منظورم مسیر کلا سرنوشتمون، میگم کجا داریم میریم. همون لحاظ داره میگه. اونو ولش کن، مسافر رو چیکار کنیم آقا مهران؟ آقا مهران بله. کجایی بابا؟ دارم به این فکر میکنم که اون دوستمون گفتش که چهارراه ولیعصر شلوغ شده، بعد ما داریم میریم پارک شهر. چیکار؟ راست میگی. عجب لفظی اومدی. ولی آخه من برای تو حرف زدم، گفتم بده عیدی میدم. من عزیز من والا بلا تمام این کارهایی که تو از صبح کردی با اون یارو آخونده، با این جوونه، همه اینا برای من بهترین عیدی بود. باور کن بهتر، کلی ازت چیز یاد گرفتم. خیلی هم عالی بود. بابا خجالتمون میدی آقا مهران جون. تو زبان از دست نده، چهارراه ولیعصر رو داشته باش. پس بس سرتا کنم بریم همون برای چهارراه ولیعصر. جون تو آره جون تو چهارراه ولیعصر بگی که ما اومدیم. بهترین عیدی بود برای من، خیلی هم لطف کردی. الان باید برم دیرم میشه. قربان تو. چی بگم؟ دیدم برام بهترین عیده بود، خیلی هم لطف کردی. با عزت من ببینیم بابا، دارم بهت میگم حشمت وقتی حرف اینو میزنن دوبار نمیشه سه بار. وقتی این حرف میزنن دیگه چه چیزی نمیشه. حشمت میاد پایین. چرا درست نمیگی محسن؟ آخه مگه مدیوم این نیست؟ نه الان دو جفتم توشاتیم. برو. ای جانم حشمت خان، خیلی لطف کردی. همین که من روی گل شما رو دیدم بهترین عیدی بود برام، خیلی هم خوشحال شدم. الان برم که دیرم نشه. ببینین بابا، چرا میخوای شب عیدی خانواده‌تو سیاه‌پوش کنی؟ وقتی حشمت به یکی میگه عیدی میخوام بهت بدم، اون طرف وای میسته عیدی رو میستونه، یا با اینکه با زندگیش بده. یه بار دیگه بلند حتی بلند صحبت کن. خوب بود. بریم.
جانم رشمت خان خیلی لطف کردی. همین که من روی ماه شما برام بهترین عیدی بود. الان برم که دیرم شده که بچه‌ها منتظرن قربانم. واس ببینیم بابا چرا شب عیدی میخوای خانواده‌تو سیاه‌پوش کنی وقتی حشمت به یکی میخواد عیدی بده؟ الان برم بچه‌ها منتظرن دیرم میشه قربانت برم. واس ببینیم بابا چرا همین که من روی ماه شما رو امروز دیدم برام بهترین عیدی بود. الان برم بچه‌ها منتظرن که زودتر خدا بهترین عیدی بود. الان برم بچه‌ها منتظرن که برم. واس ببینیم بابا چرا شب عیدی میخوای خانواده کار دارم به خدا دیرم میشه. وایسا کجا داری میری؟ الان پیاده میشه دست شما هم درد نکنه. بفرمایید اینم دیگه. ببخشید دیگه شرمنده. مبارک باشه قربانت. آره داداش دمت گرم. آقا یه لحظه وایسا ببخشید. صدا داره میاد مهران جان. آره. سلام و زهرمان کی گفت سوار چی؟ یعنی پاچی نیستی شما. پاچی هستیم ولی آدم می‌آوردن کنی. آخه اشکالی نداره بالاخره این بارم یه فرشته سوار کردیم به آدم. درسته؟ همون که خیلی داشته. بابا بریم بابا ساکت بابا من تو جنگ کشیم. ماشین ما رو ماره بذار پای میریم بابا برو پای میریم بابا این در باز میشه من ببندمشم. نه خیال یه بار دیگه بیا. صدا خوب بود. آره خوب بود صدا خوب بود. سلام علیکم آقا جان. لطفا سریعتر ما رو برسونید به سلام علیکم حاج آقا. لطفا سریعتر برید. سلام علیکم آقا جان.